مادری من فرزند 11 پدر و مادرش بود. شما باور میکنید اون چیزی که بعدتر من از تقاها، از خاله ها، از نزدیکان و از پدرم هم شنیدم، از مادرم نه، یکی از ویژگی هایی که مادری من داشت و همین سبب شده بود که بابا و بیبی من از میانی فرزندان و مادرم با چشم بسیار محبت نگاه میکردن، نه فقط به خاطر اون که این فرزندی خردسال یا شاید طرزی در ما یک اصطلاح هست فرزندی کنجه بود، نه، سببش دیگر بود. همون بابایم خدا بیامرز به دیگران نقل میکرد است که با آمدن همین فرزند روزگاری من دیگرگونه شد. یعنی این فرزند برای من، تصور کنید فرزند 11 با پدرم گفت است که همین فرزند برای من دولت آورد. با قدم همین فرزندم روزگاری ما دیگرگونه شد. وقتی که این گپ پدرم از بابایم میشنود، پدرم بعد از در گذشتن مادرم همین حرف دقیقاً با شیوه خودش قصه کرد. پدری من اشتراکچی جنگ بزرگ وطنی از سال 43 تا سال 47، یعنی 3 سال در جنگ در جبهه و 2 سال دیگر بعد از اتمام جنگ در اروپای شرقی در لهستان و در مجارستان 2 سال دیگه خدمت کرده است. پدرم میگه که وقتی که من از جنگ برگشتم و وزمینترین دوره بعد جنگی، دوره برقرارکنی خواجگی خلق، دوره ناداری، دوره فقیری مردم بود، میگه در همین حالت من آمدم میگم از جنگ که پدرم از دنیا گذشته است و سرپرستی 3 برادری از خودم خوردی به من افتیدنی. منی که در اون زمان گفت پدرم 23-24 ساله بودم، مادرم تنها مانده بود، دوره بسیار وزمینی ساخت کلخازی. گفت بعد از چند مدتی که من برگشتم به خاطر اینکه در خانه دیگه کسی نبود، سرنوشت او رو با مادرم پیوند میدید. گفت که ما در فاتحه بودیم که مادرم از دست دادم. پدری من نقل کردن که من از جنگ وقتی که برگشتم با لباسای همون سربازی اینقدر دوره وزنین و دوره گرسنگی بود که من مجبور شدم از ده 50-60 کیلومتر راه پیاده رفتم. چیزی نبود که من بخرم، همون کفشام دادم و حدود تقریبا 1 یا 2 پود 20 کیلو گندم یا جو آوردم و ما تا رسیدن حاصل نه ما از گرسنگی نجات دادیم. و پدرم یک چیزی که نقل کرد این بود که گفت که وقتی که ما با مادرت ازدواج کردیم و مادر خانواده آمد، در مدتی کوتاه گفت من این چیز بعدتر سالهای بعد خیلی سال گذشت که این حادثه ها رو پیش خاطر می آوردم، بعد در ذهنم آمد. گفت که من دیدم که اصلا با آمدن مادرت، یعنی اگر سال 49 ما ازدواج کرده باشیم، تقریبا بعد از 1 سال 1.5 سال زندگی ما تغییر یافت و من برکت زندگی را برای کارم و خانواده آباد و زندگی درخشان مدیون و قرضداری پی قدم میگویم ما تاجیکا، پی قدمی مادرت میدونستم. هر بار من از دوشنبه میرفتم تعطیل یا به عیادت پدر و مادر، نفری بودن که بچهای خرد منو میدیدن نرسیده میرفتن خبر میدادن که بچه اومد. شما باور نمیکنید من این حالت هر وقتی که به یاد میارم، استاد لویق میگه یک اصطلاح است، دلم گم میزنه. واقعا دلم گم میزنه، به خاطر اینکه این مادر تا میشونین از جوش بلند میشد و پیاده می اومد، خود 100 قدم می اومد، خود 200 اما این که نه که در جاش بود بچه‌م بیاید. و همون شعری که استاد لایق دارن در مرگ مادرش، تو دیگر به پیشوازم دمی در نمی برای همین حالت من وقتی که این شعر سال 80 بود که مادری من در حیات بود، همون زمان حتی من یادم است همین شعر وقتی که هنرمندی مردمی افسرشاه میخوند، همون حالت دل آدم تکان میداد، هم معنی شعر هم خواندن هنرمند. سالهای آخر که بیمار بود یک چیز بسیار عجیب میگفت، من مونده بودم، گفتم خدایا اصلا نشود که من مادر از دست دیم. دومی که هیچگاه رخ ندهد که این حادثه که اون میگوید به عمل آید. میگفت که بچم من شما رو کلام کردم، شما در شهر مسافری زندگی میکنید، نمیدونم شما روزی که میبینید زنده، یعنی من در زندگیم میوید یا نه، من خبری از من میرود. مادر میگفت که بچم به فکرم وقتی که میبینی که من حالا که در روی خاکم نیستم، تو دیگر به پیشوازم دمی در نمی برایی و دیگر به شیوهی خود بری من نمی سرایی. با کمال تأسف این چیزی که شاید مادر درک میکرد و حادثه بسیار غمبار که من سال 2005 در خانواده ما پی هم 2 حادثه ناخوش رخ داد. اولین حادثه ناخوش این بود که فرزند کلانی خانواده ما، خواهرم که خیلی گفتم هم راز و همدم مادر بود و در همسایگی ما زندگی میکرد و 3 وقت یعنی صبح می آمد در خانه ما چای می نوشید، نهارم و شامم. یعنی این غیر ممکن بود که در یک 3 روزه به خانه ما نیاید. این بر اثر یک بیماری طولانی که تقریبا 2 سال آخر بسیار رنج برد، ما این خواهر از دست دادیم.
سخت‌ترین ضربه در خانواده بود و مادر این رنج، این درد که خودش رنج میکشید اما این رنج تحمل کردن نتوانست و بعد از 2 ماه درگذشت خواهر کلانیمون ما به تصادفی هفته دچار شدیم و تقریبا چند لحظه مانده بود که ما 3 نفر فرزند خانواده دنیا رو پدرود میگفتیم. بسیار یک حادثه ناخوش بود، یعنی بر اثر این صدمه ما بسیار ضربی سخت دیدیم و ماها در بیمارستان خوابیدیم و مادرم نگفته بودن که در بیمارستان گفته بودن که برگشت از دوشنبه. حتی من از بیمارستان آمدم و پام شکسته بود. مادر که اطلاع یافت، من یادم است چیزی بسیار تکان دهنده گفت که من از بس که این دخترم و همراهم و فرزند بزرگم از دنیا رفت، من شاید به درگاه خدا ناشکری کردم. من باید این خدا برای من 11 فرزند داد، همه اینها بزرگ شدن و یکیش گرفت. من باید صبر میکردم، تحمل میکردم، لیکن از بس که تحمل این صبر این از علاجی من، از توانی من بیرون بود، من ناشکری کردم شاید که این مصیبت آمد و این هشدار بود برای من. در همین تمام 2 ماهی که بعد با گذشت خواهر و این حادثه به سر ما آمد، این مادر آب شده بود، ادا شده بود. لیکن بعد 2 ماه این حادثه من شنیدم که دیگر قطع کرد نالیدن و برای فرزند سوختن. گفت که نه، به شکرانه این که خداوند بقیه فرزندای من نگه دارند، من به درگذشت فرزند بزرگی شکر میکنم. و دوباره به دوشنبه برگشتم، میروم و میخواستم هر مادرم یک بار ببینم، چون وابسته به اون دشواری و مشکلی بود. چون چند روز راه میرفتیم، باز زمستان راه بسته بود، امکان نبود 3-4 ماه بعد میرفتیم خبر گرفتم. ولی متاسفانه وقتی که راه گشوده شد و هنوز در حالت بسیار دشوار بود، که مردم دیگه ماشین ها و مردم رفته می آمدن. اولین سفری من به همین راهی که راه امیدی من بود، یک وقت خبر آمد که مادری من بیمار است. من زنگ زدم و گفتم که حال پرسم و بیام، اما پدرم گفتن که بچم مادرت کمی تابش گریخت، عمری ما به جای رسیده است، شما از زندگیتون، از کار و از بار و از شیخفانه مونید، خدا خواهد خوب می شود. بعد از 1 هفته خبر آمد که مادر شدیداً بیمار است. با برادرها 2 برادر دیگه اینجا بودن، همه کار پرتافتیم و عازم دهه شدیم. لیکن متاسفانه وقتی که از راه رفتیم، از این نقل اولین بار گذشتیم، وقتی از نقل گذشتیم در اون طرفی ترما آمده بود. ما تا صبح مجبور شدیم بیستیم تا ترما رو تازه کردن. دوباره خلاص ما وقتی رفتیم که همون پیشگویی مادر رسیده بود. ما وقتی رفتیم که مادر دیگه در قید حیات نبود و حتی مادر جسمی بی جانش هم در روی زمین نبود. اون دوستان و همدیاران ما به خاک سپرده بودند و من تعجب میکردم که این پیشگویی مادر که میگفت که وقتی تو میایی شاید که من دیگر حتی جسمی بی جانم هم نیست، تحقق پذیر. به خاطر محبت و عشق و علاقه که به مادر داشتم، نام دخترم که بعد از فوت مادرم به دنیا آمد و نام مادرم گذاشتم. رسم است در میان مردم ما که وقتی که نام پدر یا نام مادر گذاشتم، دیگه هیچ کسی اون اسمش نمیبره، یعنی با همچون مادر آچه گفته اون فریاد میکنه. چون باور کنید این فرزند چقدر که برای من عزیز نباشه، چقدر من اون دوست دارم، هنوز رشکم میآید که اون آچه گویم. و این با هم محبتی که من به فرزند دارم، این برای من عزیز است، اینقدر مهربان است. همون مهربانی مادر در این گذشته است، لیکن جای مادر دیگر است. جای مادر هیچ کس پر کردن نمیتواند. مهمترین چیزی که من آموختم در زندگی این است که مادرها غیر از این که به فرزند محبت میدهند، این میدهند و اون میدهند، یک چیز دیگر است. فرزندی سالم، فرزندی دانشمند، فرزندی که در جامعه مقام پیدا کند، برای خلق، برای وطن، برای ملت، برای مردمش جان کند، تلاش ورزد، کارنامه نشان دهد، تنها از دامن مادری پاک به دنیا می آید.